سلام به ویژیتریان فود خوش اومدین. این کلم پولوی خوشمزه شیرازی و فقط با سالاد شیرازی میچسبه که بخوری. بریم با هم درستش کنیم. برنج با روغن و نمک و زردچوبه بذار بپزه. توی پیاز کارامل شده، سویا خیس شده. من مرحله به مرحله نمک میریزم. آب قوره که سوت کوزه‌گریشه، کلم سفید خوب شده، یه تفته ریز. اینجا سرم میخوره بریم، من عذرخواهی میکنم. خب ادویه که دارچین و زردچوبه و فلفل بود بهش اضافه میکنیم، تفتش میدیم. خوب که تفت خورد، آب لیمو ترش، پیره گوجه فرنگی میره که جا بیفته. برنج که آبش تموم شد، مایمون رو بهش اضافه میکنیم. وسطش یه حفره ایجاد میکنه که دم بکشه.